قدر شدت الموت که قدر 300 ضربتون بالسیف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم به یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چی مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است. از این خاطر باشد که رسول اکرم دم آخرش چگونه بود؟ حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین در کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس هم میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و به نهایت که عبادت زیاد داشت میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد، از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندي كالمائده اتناولها كما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گفت در نزد من به منزله یک دسترخوان است، چگونه ای که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من، کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جانش گرفتیم. من خود گفت جان میگیرم، فقط کشیش جان با نماینده های من با خدمتگارهای من وابسته است، اونها میکشن تا حلق میارن و من جانم میگیرم. این گفت به همین منزله است، گفت برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفته از همه نفس باید مرگ بچشد، لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم، می‌خواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن مرا جان دوباره بتد. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جان دوبارهش بتیم، چی می شود؟ این ذکری ترا دوست می داشته است، عبادتی ترا دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جان دوباره رو میگه با ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟
حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده و هو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنن و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر از اون دیده گفت چی شد؟ این جان کندن من گفت بر من سخت آمد. حالا که عزرائیل چی گفتن؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد. بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده ای که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن، ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما تو را باور میکنیم. البته قوم سرسخت حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد به اذن الهی انشاءالله زنده میشود. آوردنش میگه پیش بچه حضرت نوح سام که این به نهایت قدیم است و گفتن این قوم این قبر سام است، بچه نوح، همین زنده کن. حضرت عیسی میگه جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن و دعا کردن که خدایا در پیش این قوم جاهل مرا تو خجالت نمان. این مرگ هم مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم میکرده است ما و شما را ناپدید و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر میدهد، به ما و شما یادآوری میکند از موت. که من اولا افتتاح سخن و میخوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم. آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر کی آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقی است خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ زی روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا بود و باز به سوی خدا رجوع میکند. سوره نحل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدا در سوره نحل چی میگه؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اگر اجلهای شما، مرگ بالای شما که آمد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هیچ کس حق ندارد این مرگ که من فرستادم او را 1 ساعت یا پیش پرتاید یا 1 ساعت خفاش پرتاید. هیچ کس حق ندارد. اجل آمد به ساعت و به دقیقه و به ثانیه خودش باید که بالای بنده یا بالای چیزی نباشد هجوم خودش البته بکند. هیچ کس حق ندارد این مرگ از بالای آن چیزی که من روان کردم از بالای او بگرداند. نه 1 ساعت پیشش کرده میتواند، نه 1 ساعت قفا. روزی که اجل در آید از پیش و پسد
روزی که اجل در آید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. بین روزی که اجل در آید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله هوای و هوست. در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید، یاری نرسد در آن دم از هیچ کست. هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه. اگرچه تمام پروفسورهای دنیا، اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند، مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند، از دستش هیچی نمی آید، یاری رساندن نمیتواند. امروز مردم برای آنی که از مرگ بگریزند لازم شود به مسکو، لازم شود به اسرائیل و دیگر جاهایی که بهترین طبابتچی ها هست، بر اونجا رفته میرسند. بهر چی؟ بهر معالجه درد. اگر او درد مرگ باشد، از اون جانب به همون اسب چوبین گشته می آیند. اونجا مرگ هست، در اونجا مرگ ما و شما را می یابد. خدا در قرآن چی می گوید؟ این تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کجایی که نباشید ای بندگان من، مرگ شما را می یابد، اگر چنده که شما در قصرهای مستحکم هم که بدروید. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر قصرهای مستحکمی که به منزله نوک سوزن سوراخی نداشته باشد، مرگ آنجا داخل می شود. مرگ در آنجا شما را البته می یابد. از مرگ گریز نیست. در دیگر جای قرآن سوره جمعه خدا چی می گوید؟ قل، این امر به سوی محمد بود صلی الله علیه و سلم، ای محمد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چی گفت محمد؟ گفت بر این مردمی که از مرگ میگریزند بگوشان. چی بگوشان؟ فانه ملاقيكم. شما از مرگ میگریزین، هر جا که گریختین مرگ از پیش روی شما میبراید. هر جا که میخواین روین مرگ از پیش چشم شما میبراید. از مرگ گریخته نمی شود. دیگر آیت قرآن سوره منافقون، استعیذ بالله ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدانین که فردا به سر شما چی آمدنی است. شما نمیدانین. ولا تدری نفس بأی ارض تموت. شما نمیدانین که در کدام سرزمین شما جان به حق تسلیم میکنین، اینش هم شما نمیدانین. در کجا شما وفات میکنین هیچ کس نمیداند. تو نمیدانی که در خانه نزد فرزندات وفات میکنی، تو نمیدانی که در راه در سفر وفات میکنی، تو نمیدانی در یگان معرکه نان جان به حق تسلیم میکنی، تو نمیدانی که در راه یگان صدمه راه دچار میشه. اینو تو نمیدانی، اینو هیچ کس نمیداند. در راه حضرت سلیمان علیه السلام بود میگد بین